خوش اومدیم به خودگفته 5. این قسمت با قسمت‌های دیگه کاملا فرق داره، چون وارد برهه جدیدی از زندگی شدیم که هیچ وقت فکرش هم نمی کردیم. حتی فکرش رو نمی کردیم یه روز بخوایم جنگ کنیم که واردش بشیم و یه نفر بخواد به ما حمله کنه. دیشب ساعت 2:30 بامداد 23 خرداد اسرائیل به ایران با تعداد 100 موشک حمله میکنه. به مناطق مختلف ایران حمله میکنه. مثل کجا؟ اصفهان، ایلام، استان مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و تهران، که مناطق مختلف تهران را هم مورد اصابت موشک قرار دادن. مثل قیطریه، مثل نیاوران، مثل چیتگر و مثل نارمک، این مناطق و غیره، اینجاها رو مورد اصابت بمب و موشک قرار دادن و خونه‌های زیادی خراب شد، که این کارشون باعث شد که فرماندهان ارشد نظامی و مهندسان هسته‌ای به شهادت برسن. آخه چرا؟ حالا در این وسط مردم ما، مردم ایران زمین، مردم با ریشه و با نسب کجان؟ سر پمپ بنزینا. چرا؟ فردا پمپ بنزینن. میتونی بشینی تو خونت، مجبوری مگه فردا بری بیرون؟ مجبوری مگه امشب بری بیرون؟ مجبوری مگه دور بزنی؟ فردا بنزین بزن، پس فردا بزن، روز تو ازت نگرفتن که. تا یه اتفاقی میفته مردم ایران عین مورچه همه جا رو نفوذ میکنن و میرن بنزین میزن. نمیدونم این بنزین براشون سودی هم داره؟ خونهشون رو روشن میکنه؟ اونایی که نیاز دارن حالا برن آقا راننده تاکسی نیازه، راننده آژانس نیازه، راننده اسنپ نیازه، اون کامیون داره نیازه، ولی کسی که کارمنده میتونه 10 بار بره با اون بنزینی که داره. حالا تو فردا بنزین بزن، پس فردا بنزین میشه، چیزی ازت کم میشه مگه؟ چی میشه به نظرتون؟ اصلا چه اتفاقی پیش میاد بعد این؟ تا چند ساعت پیش که ایران یه حمله کرد که در یه خورده جلوتر بهتون میگم، واقعا آدمای معروف خونشون خراب شد. همینجور که گفتم افراد نظامی ارشد نظامی مثل سردار سلامی که رئیس سپاه پاسداران بود، واقعا یکی از افراد مهم بود. سردار سلیمانی رو زدن، ایشون جانشین بود، الان شد فرمانده و ایشون هم الان زدن. یا مثل خونه یکی از رپرهای نسل 4 چرسی به کل نابود شد. میگه به جای این که بگین که من نیروی هسته‌ای میخوام یا اینا، به همون آرامش بدید. من میخوام یه شب سرم و آروم با آرامش بذارم رو بالشت. نمیدونم چجوری میخواد پیش و بعضی از مردم الان دارن توی فضای مجازی از احساسات مردم سوء استفاده میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر فالوور گرفتن. بعضیا میان که آقا حالتون خوب باشه. درسته مردم ما خودمونیم دیگه، عصبی هستیم همیشه، ولی نباید همیشه به سرعت به حرفایی که بلاگرها یا کسای دیگه میزنن واکنش نشون بدیم. اونا برای جذب فالوور دارن این کارا رو میکنن. سوء استفادهگر حتی در مواقع ضروری، این کار یکی از بدترین کارا و اشتباه ترین کارا داخل دنیاست. خب حالا برسیم به حمله ایران به اسرائیل. امشب یعنی 23 خرداد امسال که 1404 میشه، ساعت 10 الی 11 شب ایران حدود 500 موشک به اسرائیل، به شهرهایی که مهم بودن فرستاد. تعدادی که به ما رسوندن حالا نمیدونم درسته، ولی من در سایت های معتبر دیدم و اینکه بیشترشون هم فکر کنم به تعداد 10 الی 20 تاشون هم برخورد و نصف ساختمان‌های مهم اون شهرها رو نابود کرد.
میخواستم به این برسم که آخر عاقبت جنگ هیچ وقت خوب نیست، هیچ وقت خیر نیست. لطفاً مراقب خودتون باشین، چون در این چند روز و این چند وقت احتمال قطعی برق بسیار زیاده. پس قبل از اینکه بریم تو این مشکل یه راه حلی براش پیدا کنین، چون واقعا سخته. ما 2 ساعت در روز برق میرفت مشکل داشتیم، حالا چه برسه به 24 ساعت. پس لطفا یه راه حلی براش پیدا کنین. ما که نمیتونیم بیافتیم گردن اداره برق یا اداره مثلا، خودشون اطلاع دادن افراد دولت که 24 ساعت هم احتمال داره برق بره. پس حتما یه راه حلی براش پیدا کنید. و تسلیت میگم به کسایی که خونه‌شون رو از دست دادن، به کسایی که خانواده‌شون رو از دست دادن، به کسایی که شهید شدن. امیدوارم دیگه هیچ کدوم از خانواده های ایرانی عزیزی رو از دست ندن. ایشالله که این جنگ سریعتر تمام بشه، با تمام خوبی ها و بدی هاش سریعتر تمام بشه، چون جنگ هیچ وقت سبب خیر نیست و همیشه یه پشیمونی به بار میاره. امیدوارم سریعتر این جنگ هم تمام بشه و خیال ما راحت بشه و افراد عزیز کشورمون رو کمتر از دست بدیم. از خودتون و خانواده‌تون مراقبت کنید. امیدوارم این جنگ سریعتر تمام بشه. فعلا خداحافظ.